امروز می‌خوایم در رابطه با یکی از تکنیک‌های مهم انیمیشن و موشن گرافیک صحبت کنیم و اون تکنیک موشن کمیک هست. همونطور که از اسمش مشخصه، کمیک خب داستان‌های مصور تقریبا گفته میشه. موشن هم متحرک سازی داستان‌های مصوره، یعنی کلا با داستان پردازی ارتباط مستقیمی داره. طیف استفاده از موشن کمیک بسیار گسترده است. یعنی شما وقتی این تکنیک رو دارید اینجا یاد میگیرید، میتونید توی صنعت، توی موسیقی، توی پروموشن یا تبلیغات، توی تیتراژهای تلویزیونی و سینما حتی ازش استفاده کنید. و نمونه‌های خیلی زیادی هست که از طریق موشن کمیک اومدن مثلا اون کارشون رو پرزنت کردن. مثلا یک گالری نقاشی میتونه بیاد مثلا کارش رو به صورت شخصی سازی موشن کمیک درست کنه و براش یه جورایی داستان پردازی و صحبت کنه، یا حتی مثلا معرفی یه محصول. یه نمونه‌ای که حالا خیلی تو ذهنم بیشتر پررنگه، برای مثال تپسی برای اینکه لوگوش رو تغییر بده اومد یه دونه کمیک موشن ساخت. علت اینکه لوگو رو عوض کردن و چه اتفاقی افتاده بود رو اومده بود توی قالب یه دونه موشن کمیک توضیح داده بود. حالا کجاها موشن کمیک حساب میشه و فرقش با موشن گرافیک چیه، اینا رو حالا میذارم به اختیار خودتون که سرچ کنید. موشن کمیک معمولاً یک سمت قضیه یک تصویرگری وجود داره یا یه سری تصاویر شخصی سازی شده هست که شما اون رو متحرک سازی میکنید و باهاش داستانی رو بیان میکنید. چطوری سفارش موشن کمیک بهتری رو ثبت کنید؟ حتما قبلش باید یه بریف از کارفرماتون بگیرید. بریف شامل چیه؟ مجموعه سوالاتیه که شما از کارفرما میپرسید تا دقیقاً بدونید چه چیزی رو میخواد، چه سبکی رو میپسنده، چه رنگ بندی رو ممکنه اوکی بشه. در صورتی که شما همه سوالا رو پرسیدین، حالا ما 2 تا کارفرما داریم. یه کارفرمایی که از قبل کار کرده موشن کمیک و میدونه دقیقاً چی میخواد. یه کارفرمایی داریم که بار اولشه داره کار میکنه. چجوری میتونیم اینا رو اوکی کنیم؟ کارفرمای اولی که کار کرده خب تکلیفش مشخصه. شما میدونید این کار کرده، نمونه هم بهتون نشون میده و شما میتونید یه چیز خوب ارائه بدید. کسی که قبلا کار کرده معمولا خواستش مشخص تره. و کارفرمایی که تا حالا کار نکرده چطوری میتونید بهش پرزنت کنید؟ میتونید 2 تا حالت داره. میتونید هم ازش بخواید که براتون نمونه کار بفرسته، چیزی که پسندیده خوشش اومده و حتما هم نمیخواد اسمش موشن کمیک باشه بهش بگید. میتونید بهش بگید نمونه کاری که پسندیدید رو میشه برای من بفرستید. مثلا اینا رو که بهشون بگید معمولا یه نمونه چیزی دارن، یعنی چیزی تو ذهن اون شخص هست. حالا ممکنه اون شخص بگه نه من نمونه تو ذهنم نیست. اینجا شما وارد مرحله بعدی میشید و برای اون شخص یه سری آرشیو از قبل تهیه کردید یا میتونید همون لحظه سرچ کنید. یه سری نمونه کار جلوش میذارید تا مطمئن بشید که واقعا چه سبک کاری میخواد. یک میبینه واقعا موشن کمیک نمیخواد یا واقعا برای اون کارش موشن کمیک لازم نیست. اینجا حالا صداقت شما توی کارم مهمه که پیشنهاد میکنم اون چیزی که واقعا به درد کارفرما میخوره رو بهش ارائه بدین. به قیمت و اینا فقط نگاه نکنید. این قسمت میتونید مثلا خیلی قشنگ یه تیکر رو هندل کنید. پس اینطوری به 2 تا کارفرما، یک کارفرمایی که از قبل سابقه داشته، یک کارفرمایی که تجربه ساخت موشن کمیک نداشته، راحت میتونید یه همکاری داشته باشید. فقط با چند تا تصویر فرستادن و سوالات دقیق که از چه چیز اون کار خوششون میاد. این خیلی مهمه که دقیقاً از چه چیز اون کار خوششون میاد. از تصویرشه، از گویندشه، از نوع داستان پردازیشه و بهش کمک کنید. یعنی اول خوب بشنوید. اگر دیدید که اون شخص کارفرمای شما نیاز داره که مثلا بیشتر بهش توضیح بدین. این حالا تو اون شرایط مذاکره‌ای که دارین با کارفرما پیش میبرین، خودتون دستتون میاد و میدونید چیکار کنید. پس تا اینجای کار شیوه سفارش گرفتن کار هم میتونه اینطوری باشه. حالا قسمت بعدیه. شما سفارش رو گرفتین، سناریو رو گرفتین، داستان سناریو ما حساب میشه. گرفتین، تصویر رو هم حالا بسته به سناریو یا با تصویرگر صحبت کردین، دادین تصویرگر کار کرده یا حالا با هوش مصنوعی خودتون یه جورایی زدین که امیدوارم که حالا به زودی اینترنت وصل بشه و بشه یک ویدیو جداگانه برای اون هم ضبط کنم. پس تا اینجای کار این کارفرما که باهاش صحبت کنید، وارد مذاکره شین، بعد پیش پرداخت میگیرید. بعد از پیش پرداخت میرید سر وقت مرحله بعدیش. مرحله بعدیش اینه که شما با چند نفر میخواید کار کنید و بسته به داستان و اینکه آیا دیالوگ داره نداره، اینا رو هم میتونید کم و زیاد کنید. ولی کمترین حالتی که حالا توی ساخت موشن کمیک هست، حداقل 2 نفر لازمه. یکی کارگردان و کامپوزیتور که کامپوزیت میکنه و انیمیت میکنه، کارگردان هم میتونه باشه همزمان،
نفر بعدی کسی که تصویرگره، یعنی همش اینطوری نباشین که همه کارو خودتون انجام بدید. توی این داستانم الان اون سناریو میشه همین داستانی که متنش جلوی ماست، تصویرش هم که تصویر کتابه که حالا میتونید حالا کار کنید و اینا. حالا تعداد پلان ها توی قیمت تاثیر داره، یعنی تعداد شات هایی که شما به تصویرگر میدید میتونه قیمت رو جابجا کنه. جزئیات بالاتر باشه میتونه قیمت رو باز دوباره جابجا کنه. جزئیات کم باشه شما میتونید با تصویرگر صحبت کنید قیمت رو مثلا پایین‌تر بیارید. اینا یه چیزایی که حالا رایزنی میشه بین تصویرگر و کارگردان و یه بودجه بندی خوبی رو میتونید داشته باشید. تعداد صفحه ها و پلان ها تاثیر داره توی قیمت، جزئیات تاثیر داره توی قیمت، اینکه نوع انیمه تاثیر داره توی قیمت، حتی اینکه نریتور باشه یا آهنگساز توش استفاده شده باشه و جداگانه روش صدا گذاری کرده باشن، براش صدا ساخته باشن، آهنگ ساخته باشن. حتی ممکن شما بازیگر صدا داشته باشید، وایس اکتور داشته باشید. اینا کاملا میتونه تاثیر داشته باشه توی کارتون. میتونه پس یک گروه باشه که داره این کارو میسازه، ولی خب ما الان تگ نفره با یه دونه تصویر میخوایم این کارو بسازیم. جلوتر یه سری توضیحاتم باز دادم. از اونجایی که من روی کتاب دارم کار میکنم، یعنی شما اگه خواستین با یک تصویرگر کار رو ببندید، بهتره فایل کامل خودش رو بذارید، فایل چاپیش رو برندارید. چرا؟ فایل چاپیش وقتی روش زوم میکنید خب کیفیتش نسبت به کار اصلی پایین تره دیگه و روش اون حالت چاپی که انجام شده، دوندون چاپی، همون ترامای چاپ روش افتاده و خب کارتون یه کوچولو سخت‌تر میکنه. برای همین فایل اصلیش رو از خود تصویرگر بگیرین بهتره. حالا ما چون داریم یه چیز در واقع نمادین داریم کار میکنیم و بیشتر جنبه آموزشی داره، این کتاب رو برداشتیم از روش عکاسی کردیم و گذاشتیم توی کار و عکس هایی هم که گرفتیم با نرم افزار گوشی بوده، یعنی با کمترین امکانات سعی کردیم این کار رو انجام بدیم.